بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. انسان وقتی که به خودش مغرور میشه، یک نوع کبر و غروری تو جلدش میره، تو پوستش میره، اون وقتی که دیگران رو تحقیر میکنه، وقتی احساس میکنه که بالای کوه ایستاده، دیگران رو مثل موریان روی زمین میبینه، کوچیک و حقیرن، اما یادش میره که اون مورچه هایی که اونا رو حقیر میدونه وقتی بالای کوه نگاه میکنن اون رو هم مثل پشه‌ای میبینند. پس وقتی که انسان غرور داره دیگران رو تحقیر میکنه، در واقع خودش رو تحقیر کرده و این یکی از صفتهای بسیار بسیار زشتی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند المسلم و اخو المسلم، مسلمون برادر مسلمون هست، مثل مسلمون دیگه هست، همه برادرند. المسلم و اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره، نه به اون ظلم میکنه، نه به اون رو رهاش میکنه به حال خودش که به اصطلاح ذلیل و خوار بشه، اون رو خوار و ذلیلش میکنه، و نه اینکه اون رو تحقیرش میکنه. اما اینی که تو بهتری، تو خوبتری، با ایمانتری، اینم به شکل و قیافت نیست. التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. جای تقوا تو قلبه، نه پوز دادن رو به مردم. جای تقوا و ایمان تو دله، نه اینی که خود رو جلوی مردم گردن کشیدن. و میفرمودند رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمودند به حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. کافیست برای مسلمون، برای یک انسانی از بدی که باعث بشه اون بره به جهنم، که بیاد یک مسلمون دیگه رو تحقیرش کنه، کوچیکش بکنه، اون رو به اصطلاح بهش ظلم بکنه. کل المسلم علی المسلم حرام، همه چیز مسلمون بر مسلمون دیگه حرامه. خونش، مالش، ناموسش حق نداری که خدای نکرده به کسی به چشم تحقیر نگاه کنی. حضرت عایشه صدیقه روایت میکنند که من یه روزی در مورد صفیه، یکی از امهات المؤمنین، اشاره کردم که پیامبر خدا این صفیه، یعنی میخواست بگه که صفیه کوتوله است، کوچیکه، قد کوتاست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عصبانی شدند و فرمودند که شما یه حرفی زدی که این حرف اینقدر کثیف و اینقدر نجس هست که اگر این حرف رو بندازیم تو دریا، همه آب دریا آلوده میشه و کثیف میشه. پس یک همچین حرفی که ما خیلی بهش اهتمام نمیدیم و احیانا از باب شوخی هم میگیم، شوخی میکنیم، میخندیم با خودمون. در روز غزوه تبوک بود که بعضی از منافقا میگفتن که این قاریان و این صحابه و دست پروردگان محمد رو ببینید، از همهشون مفتخورتر، از همهشون دروغگوتر، از همهشون نمیدونم ترسوتر. این رو وقتی که جبریل به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عصبانی شدند، اونا تا فهمیدن که پیامبر خبر شده از این اشتباهشون، اومدن یا رسول الله ما داشتیم شوخی میکردیم. پیامبر خدا عصبانی، ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، آیا به خدا و قرآن و رسولش مسخره میکنین؟ برید که شما از جهنمیان هستید، شما کافر شدید با این کارتون، شما از دین بیرون رفتید. خدایی نکرده ما با یک تحقیر دیگران، با یک ظلم به دیگران رو کوچیک شمردن، خودم رو برتر شمردن، خدایی نکرده احیانا باعث میشه که حتی از دین هم بیرون بشیم، با یک شوخی بی مفهوم به خدا و آیات و رسولش و احکام خدا رو به بازی گرفتن و به شوخی گرفتن. احتمال داره که انسان اصلا از دین هم خارج بشه و بشه از جهنمیان.